سوال، اگه برم ویدیو رو از اینستاگرام یا تیک تاک یا حتی یوتیوب یا حتی گوگل آپارات جای دیگه بردارم توی یوتیوب آپلود بکنم، کانالم به درآمدزایی میرسه؟ جواب سوال توی این جلسه از دوره زیرو توبه. آتیلا هستم، اینجا یوتیوبولوژی و خیلی خوش اومدی به جلسه چهارم از دوره زیرو توب، دوره آموزش یوتیوب و یوتیوبری. توی این جلسه قراره با هم دیگه بریم با دو قانون خیلی مهم، یکیش کپی رایت و دومی ریوز کانتنت آشنا بشیم و اون رو یاد بگیریم که یه وقت تو دامش نیافتیم. آخر جلسه هم یه ترفند برای فرار کردن از تله این دو تا قانون وحشتناک رو درباره‌اش صحبت می‌کنیم. خب ببینیم مثلا ریوز کانتنت چی هستش. ریوز کانتنت یا محتوای تکراری میشه استفاده از محتوای دیگران و آپلود اون داخل یوتیوب، داخل کانالمون بدون ایجاد تغییر یا دلیلی برای دیدن ویدیو. مثال میزنم، یه کاربری اومده یه لایوی رو گذاشته، یه سلبریتی بوده، بازیگر بوده یا هر کسی بوده، یه لایوی رو گذاشته. خب حالا سوال، اگه ما بریم اون لایوش رو سیو بکنیم، داخل یوتیوب بذاریم، چه ارزشی به اون ویدیو اضافه کردیم؟ چه ارزشی به کاربری که تایم گذاشته ما رو نگاه کرده اضافه کردیم؟ یا سوال درست‌تر، محتوای ما چه فرقی داره با اون محتوای اصلی؟ پس در این صورت میشه سوء استفاده از محتوایی که کس دیگری ساخته. اما این دقیقاً همون منطقی هستش که ریوز کانتنت و کپی رایت باهاش کار میکنه. اگه میخوای از محتوای شخص دیگه‌ای استفاده بکنی، باید یک ارزش رو به اون ویدیو اضافه بکنی که فرق داشته باشه با محتوای اصلی، که بخواد ایجاد ارزش جدید یا خلق ارزش جدید باشه برای اون ویدیو که دیگه متفاوت باشه با اون ویدیو اصلی که آپلود شده. برای مثال، یه خواننده اومده و یه آهنگی رو ساخته و منتشر کرده. آپلود همون آهنگ بدون هیچ تغییری داخل یوتیوب خلاف قوانینه. چارش چیه؟ میتونی به اون موزیک ریاکشن بریم. ریاکشن یعنی چی؟ یعنی اینکه با شنیدن اون موزیک چه حسی بهم دست میده و تحلیل خودمو از اون موزیک میام به کاربرهام میگم. اینطوری ممکنه از یه موزیک 3 دقیقه‌ای یه ویدیو 10 دقیقه‌ای بخواد ساخته بشه و متفاوت باشه با اون محتوای اصلی. محتوای اول یه موزیک 3 دقیقه‌ای بودش که خواننده اون رو ساخته بودش و منتشر کرده بود که من شنونده از اون لذت ببرم. و محتوایی که من ساختم یه ویدیو هستش که تحلیل کردم اون موزیکو، اینکه چه حسی از این موزیک گرفتم و اینکه به نظرم کجاها خوب بوده، کجاها بد بوده و کجاش کیکه به کی بوده. این میشه تحلیل من از اون موزیک. پس این خلاف قانون نیستش، اتفاقا میشه خلق آثار جدید از آثار از پیش آپلود شده. از این به بعد به این همه اسم قلمبه و سلمبه میگیم کپی رایت و به اون راه دور زدن ازش میگیم فریوز یا استفاده منصفانه از محتوای از پیش آپلود شده. این میشه فریوز. داخل پرانتز، ریوز کانتنت یه مرز خیلی باریکی داره با کپی رایت، یعنی تقریبا میشه گفتش با همه به جز در مواقع خاص. برای مثال ممکنه طی بحران زمانی یه ایده کانال یوتیوبی یا ایده یوتیوبی مثل آموزش ایردراپ‌های کریپتوکارنسی خیلی ترند باشه و خیلی رفته باشن سمتش. اینجا ممکنه یوتیوب بیاد و محدودیت بذاره روی اون ایده. برای مثال دیگه کانال‌های جدید توی این ایده رو مانیتایز نکنه به دلیل محتوای تکراری یا همون ریوز کانتنت. اما یه مسئله وجود داره. گفتیم کپی رایت. خب کپی رایت خودش چند نوع داره؟ تقریبا میشه گفتش 2 نوع اصلی داره. نوع اولش کپی رایت کلیم هستش و نوع دومش کپی رایت استرایک هستش. حالا فرق کلیم با استرایک چیه؟ کدومش بهتره، کدومش بدتره، کدومش ترسناکتره؟ به همون مثال خواننده برمیگردیم. خواننده یه موزیک رو ساخته و منتشر کرده و به یوتیوب گفته که آقای یوتیوب یا خانم یوتیوب، اگر هر کسی اومدش این موزیک منو فقط استفاده کردش، برو به اون اخطار بده، بگو مالک این اثر که من باشم، من خواننده باشم، 70% یا 80% از درآمد اون ویدیو رو تصاحب میکنه یا مال خودش میکنه. این میشه کپی رایت کلیم که بسته به اینکه اون مالک اثر چند درصد رو تعیین کرده میتونه متفاوت باشه. ممکنه توی بعضی از مواقع حتی به 100% هم برسه. آیا خطرناکه؟ خطرناک نیستش، ولی درآمدی رو بهتون نمیده. نوع دومش کپی رایت استرایک هستش، یعنی اون خواننده دیگه دنبال درصد گرفتن نیستش، دنبال پول نیستش. میگه تو حق نداری محتوای منو منتشر بکنی. آقای یوتیوب یا خانم یوتیوب، اگر کسی محتوای منو منتشر کردش یا از موزیک من توی ویدیوش بدون خلق ارزش جدید استفاده کردش، درجا ویدیوشو بند بکن و یه اخطار بهش بده که این داره از قوانین تخطی میکنه. یوتیوب هم میگه اوکی، اگه بخواد یه کانال تازه تاسیس یا کانالی که از پیش داره اخطار نگرفته یک بار این
تخطی از قوانین رو انجام بده فقط بهش هشدار میدم آقا حواست باشه ها، داری از قانون من تخطی میکنی. اگه واسه بار دوم از قوانین من تخطی کردش میام بهش یه کارت زرد میدم، میام بهش اخطار میدم. بار دوم هم دوباره همچنان یه کارت زرد دیگه که میشه 2 تا کارت زرد. اما بار سوم بهش کارت قرمز میدم و کانالش رو از یوتیوب حذف میکنم به یک شرط. اگر این 3 تا اخطار رو، یعنی اخطار اول، اخطار دوم به علاوه اخطار سوم که میشه حذف چنل، بدون اون هشدار اولیه اونو حساب نمیکنه. برای مثال اگه یه کانال یوتیوب داشته باشی و به هر دلیلی روز اول یه استرایک گرفته باشی، روز دوم استرایک دومو گرفته باشی و استرایک سوم رو روز 91 گرفته باشی، کانالت حذف نمیشه. اما کافیه به جای روز 91 روز 90 بگیری یا روز 89 بگیری، اون موقع ازش کانالت حذف میشه. داخل پرانتز در 2 حالت ممکنه که کانالت بدون اخطار قبلی حذف بشه. حالت اولش اگر محتوای ممنوع شدید مثل پورنوگرافی استریم کرده باشی، یا 2 خودت محتوای استریم کردی، محتوای ممنوع منتشر نکردی ولی به ادسنسی وصل بودی که یکی از اون کانال‌های متصل به ادسنس به هر دلیلی حذف شده و موجب حذف شدن کانال تو و بقیه کانال‌های متصل به اون ادسنس شده. متاسفانه نوع دومش خیلی رایجه و خیلی از شرکت‌های داخل ایران که کار نقل درآمد انجام میدن به این مشکل خوردن. جلسه بعدی که جلسه آخر از فصل اول دوره زیرو توپ هستش، میریم و به این سوال جواب میدیم که چرا باید یوتیوبر بشیم. جلسه بعدی میبینمتون.